حامیان حقوق سازمان ائتلاف ضد شکنجه پس از صحبت با زید سعیدوف صاحبکار شناخته محکوم شده تاجیک گفتند که وی هنگام حمله در ماه می در همین زندان وحدت از طرف گروه های تندرو مورد شکنجه و لطوکوب قرار نگرفته است و خود زید در صحبت مفصلی که با این هم نماینده های ائتلاف ضد شکنجه و هم امبودسمن تاجیکستان داشتند گفته است که وی با چنین حالت روبرو نشده است. زید سعیدوف در صحبت مفصلی که 3 روز قبل با این حامیان حقوق داشت گفته است که در وقتی که آگاه می شود که در زندان آشوب برمیخیزد و به گوشه دیگر می رود و هنگام رفتن به رخت خوابش از پا می افتد و زخم سبک می بردارد. و گفته است که در این هنگام هیچ گونه حمله نسبت به صورت نگرفته است و این خلاصه را حامیان حقوق سازمان ضد شکنجه در سامانه خود 29 ایول به نشر رساندند. اما طوری که نزدیکان محبوسانی که زید سعیدوف را هنگام حمله در شب آشوب زندان نجات دادند و رسانه‌های خبری گفتند که زید سعیدوف برعکس جدا مورد حمله گروه‌های مخصوص تندرو در محبس وحدت قرار گرفت و حتی بر سر او با سلاح وزنین آهنی ضرب خورده است که سر او چاک شده است و طوری که اینها میگویند 10 کوک در سر او دوخته شده است تا اینکه به خود آید. ولی زید سعیدوف گفته است که رسما با نمایندگان حامیان حقوق به او چنین حادثه رخ نداده است.